اسلام دنبال کیفیته. انسان میخواد، یک انسان عاقل و متفکر که وظایف زندگی و کارهاش رو با فکر و مبنا انجام میده، نه یک حیوان که همه کاراش از روی غریزه و تقلید بی‌دلیل باشه. حجاب میگیم مهمه؟ قبول. میگیم حرف خداست؟ درست. اما قبل حجاب و همه فروع دین اصول دین قرار دارن. اشتباه نکنیم، عمل به فروع دینی کم اهمیت نیست. اونا همون گناه‌های کبیره و صغیره‌ای هستن که خدا ازشون نهی کرده، اما ساختن اون اصول عقلی هست که منجر میشه به گناه‌های دیگه دچار نشه. چرا بعد دینمون رو از یک دین منطقی و عقلانی به یک دین تقلیدی بی‌فکر تبدیل بکنیم؟ مگه این همه تعقلون و یتفکرون در قرآن نیومده؟ مگه مهمترین کتاب روایی ما اصول کافی اولین بابش باب عقل و جهل نیست؟ مگه در دومین روایتمون در همون کتاب نیومد که دین و حیا گفتن هر کجا عقل بره ما هم با اون میریم؟ پس چرا برای فکر، عقل و خداشناسی دخترامون و پسرامون حساس نیستیم؟ من دلیلشو میدونم، چون ظاهر بینیم، چون تعصب غیر دینیمون بر غیرت دینیمون غلبه داره. حجاب جلوی چشممونه و چاره‌ای نداریم جز این که باهاش مواجه بشیم، اما چند تامون تا حالا داخل یک ذهن پر از سوال شدیم. قبول کنیم که ظاهر مادی برامون مهمتر شده و اگه غیرت دینیمون مهمتر بود به اصول دینمون توجه بیشتری میکردیم. این همه که یک طرحی برامون مهم و حیاتی شده، اصلاح کتب دینی متناسب با نیازهای زمان برامون مهم نیست. فکر میکنید اگه فردی خدا رو درست بشناسه، حقیقت گناه رو بدونه و پیامبر و امام معرفت داشته باشه، اگه زن باشه حجاب رو با همه سختیاش دیگه مسئله نمیدونه، اگه مرد باشه نگاه حرام نکردن دیگه آسون میشه براش، چون تقلید نمیکنه و برای کارش هدف قائله. اینو اضافه کنم که در لیست بلند بالای گناهان کبیره اثری از حجاب ندیدن، اما دروغ، بهتان، ناامیدی، عاق والدین، قطع رحم، کمفروشی، کمک کردن ستمگر و کمک نکردن به ستمدیده مورد به مورد نوشته شده بوده. من حجاب رو مثال زدم چون یک بخشی از جامعه ما به شکل افراطی روی این مسئله حساسن. شما به جاش یک فرع دیگه در دین رو قرار بدید. و باز تأکید میکنم که این حرف به معنی سبک شمردن احکام خدا نیست، بلکه عمل سنجیده انسان دغدغه‌مندی هست که میدونه ریشه مشکلات از کجا ناشی میشه. یعنی برای این که در جامعهش خیانت و کم فروشی نباشه، عامل فساد رو مجازات میکنه، اما به اون بسنده نمیکنه و برای جامعهش جا میندازه که خدای عادلی هست که همه بینوست.